این صدا از آمدن بهار و نوروز درک می‌دهد. از صبح بروقت در برابر نمایندگان سه ناحیه دیگر شهر دوشنبه، اینچنین مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فردوسی با کاروان نوروزی طریق دروازه جنوبی پایتخت مژده نوروز را به ساکنان ناحیه رسانیدند. کاروان نوروزی ناحیه فردوسی با ملکه نوروزی همچون رمز بهار نازنین جانب باغ فرهنگی و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی با صدای کرنه سرنای و سرودخوانی در وصف نوروز رسیپار گردید. گروه ایجادی ما همراه با کاروان نوروزی مسئولین ناحیه فردوسی شهر دوشنبه توسط کوچه و خیابان‌های ناحیه با رسانیدن پیام نوروز و بهار راهپیمایی نمودند. ای آزاده مردمان تاج بر سر، ای ساکنان کشوری بهشت آسا، من مفتونی زیبایی و حیرت زده این دیاری آشنایم. شما ملت آریا تبار توانسته تحت راهنمایی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان آیین نوروزی را جهانی و به این وسیله تمدنی عمومی بشری را غنی‌تر سازند. می‌گذار این آیین نیاگان جاودان شادی بخش کل بشریت باشد. خوش آمدید نوروز، جشن فرخنده نیاگان. تشکیل کاروان نوروزی از صبح بروقت و پیام‌رسانی به مردم به واسطه ملکه نوروزی از جمله عنعنات ماندگار و نجیب جشن فرخنده پی نوروز به حساب می رود که ساکنان پایتخت همه ساله آن را تشکیل می نمایند و با خرمی و خرسندی توسط کاروانها به مکان تنتنه‌های اداره و بزمگاه‌های نوروزی می روند و با شکرگزاری از فضای آرام و آسوده کشور محبوبمان در دایره تنتنه‌های اداره خرسندی می نمایند. با نوای کرنه سرنای کاروان نوروزی ناحیه فردوسی به باغ فرهنگی و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی رسید. در باغ راهبریت و نمایندگان ساختارهای ناحیه و گلدختران اطلس بر با رقص و سرودخوانی پیشروز گرفتند. و اینک کرنوال نوروزی تحت عنوان کاروان شادی از درآمدگاه دوشنبه حرکت کرده و این از چخیلی که میبینید با جای معین شده یعنی به باغ فرهنگی و فراغتی به نام ابوالقاسم فردوسی یعنی رسیدند و چخیلی که میبینید همه در آغوش خرسندی هستند، همه در آغوش مثلا تحت نوای سرودهای نوروزی هستند و میگویم که به بهار نو رسیدم زی بهار شکر گویم، به نگار نو رسیدم زی نگار شکر گویم. شکر نگار نو رسیده، شکر بهار نو رسیده، شکر این خرسندی ها، شکر نوروزی، شکر استقلالت تاجیکستان عزیز و مهربان. نوروز با نقش سازنده‌اش به شودگار و کشت و کار زمین، پاشیدن دانه امید، شنیدن نهال و گل و گلبوته، خلاص آغاز همه کارهای موسمی بهار هدایت می نماید. از این لحاظ تاجیکان این عید ماهیتاً عزیز و مقدس نیاگان را با خرسندی و ارجگذاری به اندازه تجلیل نموده بهترین آرزو و آرمانهایشان را با نوروز خجسته پیوند می دانند. طوری از نام آن برمی آید نوروز روز نو بوده در اول سال نو خورشیدی به استقبال سال نو برپا می شود.